حیات و فعالیت فردریک سادی، یکی از خیمیکان انگلیا در ساحه کیمیایی نوکلیاری و رادیوخیمیا. فردریک سادی 2 سپتامبر سال 1877 در شهر ایستبورن انگلیا در خانواده عادی به دنیا آمد. مکتب تحصیلات میانه‌اش را در مکتب ایستبورن گرفت و بعد در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد. از خردی شوق و هوس به کیمیا و علم‌های دقیق در او عیان بود. سادی با تحقیقات‌های خود در مورد ماده‌های رادیواکتیو از جمله اوران و تاری به کشف ایزوتوپ‌ها مساعدت کرد. او فهماند که یک عنصر شیمیایی می تواند با ماده‌های گوناگون وجود داشته باشد ولی خاصیت‌های شیمیایی یکسان داشته باشند. او اولین کسی است که واژه ایزوتوپ را استفاده برد. وی نشان داد که در روند رادیواکتیو شوی یا رادیواکتیویتناسی یک الیمنت می تواند به الیمنت دیگر تبدیل یابد. این ایده بنیاد کیمیای هسته‌ای می باشد. سادی با ارنست رذرفورد همکاری کرده توضیح داد که ماده‌ها هنگام درخت شوی انرژی بزرگ خارج می کنند. این اساس علم انرژی اتمی گردید. جایزه نوبل در ساحه کیمیا سال 1921 برای سهمش در فهمش کیمیا رادیواکتیوی و ایزوتوپ ها گرفته است. سادی نه تنها عالم بلکه متفکر نیز بود. او در نوشته هایش درباره مسئولیت اخلاقی علم و خف استفاده نادرست انرژی های اتمی می نوشت. فردریک سادی سال 1956 22 سپتامبر وفات کرد. او را یکی از اساسگزاران کیمیای هسته‌ای می شمارند. ایزوتوپ ها امروز در طب، صنعت و تحقیقات استفاده وسیع دارند. میراث مستقیم او به حساب می رود. پس از تحقیقات‌هایش در ساحه رادیواکتیویت، سادی در دانشگاه‌های مختلف از جمله در اونیورسیتت گلاسگو، دانشگاه ابردین و بعدتر همچون پروفسور کیمیا در آکسفورد فعالیت کرد و یک آموزگار سختگیر ولی شعوربخش بود و تألیف بسیار کتاب‌های علمی فهما و دسترس را به عهده گرفت. سادی نه تنها به علم بلکه به تفکر اجتماعی و اقتصادی نیز توجه داشت. از جمله کتاب‌های زیرین را نوشته است: The Interpretation of Radium سال 1909، شرح سادی و روشن از نظریه رادیواکتیویت. Science and Life آیید به تأثیر علم به زندگی انسان.
wealth, virtual wealth and debt. سال 1926 تنقید به نظام اقتصادی آن وقته و پشتیبانی از اصطلاح. سادی اعتقاد داشت که علم باید به خدمت انسان باشد، نه ابزار خرابی آور. پس از تحولات جنگ یکم جهان و افزایش توانایی یدرایی، سعودی از استفاده حربی علم سخت اقتدا کرد. او تأکید میکرد که علم باید با اخلاق و ارزش‌های انسانی راستین هم قدم باشد. او در بین اولین های بود که از خف استفاده نادرست انرژی های اتمی هشدار داد. سعودی در نهایت عمر آرامانه در شهر برایتون زیست و در آنجا وفات کرد.